was driving around in an Iranian province named Kurdistan. And then I was told there were elections going on in a small village nearby. They were electing the chief of the village for the following year. Each candidate was represented by a certain food or a snack, if you may. A fig, a walnut, almond, curd, raisins, and even more. شو مكان؟ سعدي عم يقول أنا تشيش؟ اسمعك ولا عم بسمعك ما عشمي تشيش؟ تتمي ولا بلا تتمي؟ هاي تتمي ما عشمي قايمة تتمي شواتي ده خاص ما عجيرك ويدين أنجيرك أنا كيكو لا أنزل لها أنجيرة بلا لا خاص قاسي يا خو بيبي شباب فرق خاصة لا يقعدون عنده تشيش نعم يقول أنا تشيش هلو تشي سووا شيء تقول نعم تشبه بزرعة دسيني يا كرتلة فرض بنش ماجا سبد دستور تو فرماوله رو گیر دستور بیا خو یکی دیگه از دوستان رای خودش رو به صندوق میندازه خیلی متشکریم در استاد گند تشریف بدره باشه تشریف بدره برای چون راه من اینه کتاب دیگه بیده به 3 نفر رای بده بله گردو بادوم و کشک برمیداره خیلی متشکرم دستتون در نکنه زنده باشید الوس عرض لگن فرماوه قالوا عرض الله والشبيز دي فرما رايك كبز اللي دستينكي دست زوج بي مرتب خیلی متشکرم ما تيجان بس نامش ما تيجان ما تينام انا مراد بسرعه خير بسرعه شما ما تيجان دل پا دستينكي این دختر بچه عزیزم مهنا خانم هم خیلی اسم قشنگی هم داره مهنا یعنی گوارا زنده باشید خیلی متشکرم عذرخواهی میکنم خب دوستان عزیز میرسیم به مرحله حساس شمارش رأی ها کد گردو برای کی بود؟ وزی اینو کی بکرد؟ ماما احمد وزی 9 عدد گردو در سبد داریم و هم اینو کی بی؟ و هم اینو کی بی؟ چقالی که مجید 4 عدد بادوم هنجیر کی بی که سعدی گرد چنه هنجیر که بامن 9 عدد انجیر کشکی کی بی؟ کشکی چند دانه کشکی ماهنی؟ نه عدد هم کش داریم در سبد کد بعدی آلوچه 2 عدد آلوچه زردالو یا قیسی 5 عدد زردالو مویز یا هشکچی 10 عدد مویز یا هشکچی 1 عدد بادوم دیگه اضافه شد 5 تا توت هم 2 عدد خب به ترتیب الان میشماریم اولین نفر که بیشترین رأی رو آورده
کد مویز یا حجکچی کاغ حسن عمرانی به افتخارش بود. اولین نفر منتخب از جیلا اومده کاغ حسن عمرانی با کد مویز.